این فرضم، این نظریه هم اولا در دین نیامده. اگر واقعا جریان اینجوریه خدا نباید با ما پنهانکاری میکرد، باید میگفت آقا من از اول عده ای را، چنان که یه حدیث اینجوری در عرفان آوردن، میگه من یه عده را از اول برای جهنم آفریدم، به کارشون کاری ندارم، اصلا شب و روز نماز بخونن، اصلا پرهیز نه، اینو اصلا آفریدم برای جهنم. این هیزومه. هیزوم هر چه باشه بالاخره باید بره بسوزه. یکی درم برای ایشونوش و بهشت آفریدم، به کارشون کاری ندارم، برن یه عمر عیاشی بکنن، ظلم میکنن، نور چشمی هم. میگم عیب نداره، در شلوغی کرده. اینا میگن فرعون اهل نجاته رو همین محبوبیته. میگن خدا میگه بابا بچه هستی یه ذره شلوغی کرده ولش کن، بیا برو بالا. اما اون یکی عابد و زاهد شب روز روزگار خود را سیاه کرده، یا اونو ولش کن، اون مال جهنمه، اون از اول. خب این عزت و ذلت نهادی خلاف عقل و منطق و عدالت و انسانیت و زیبنده خدای بی‌نیاز نیست. خدا که مثل ما نیازمند نیست که بگه بله در جامعه باید یه عده این کار را بکنن یه عده اون کار را بکنن. خدا چه نیازی دارد یه عده را بسوزاند؟ یه عده را از اول بیافریند، اینا را آفریدم جهنم خالی نماند و اینا را آفریدم بهشت خالی نماند. حالا هر طور اون هر کاری بکنه مهم نیست، اینم هر کاری بکنه مهم نیست. شبستری میگه جناب کبریایی لاابالی است، یعنی اعتنا نمیکنه، اهمیت نمیده، منزه از قیاسات خیالی است، با خیالات ما قابل فهم نیست، این کار خودشه. یه عده را برای جهنم آفریده، یه عده را برای بهشت آفریده. بعد جذبه و عنایت را مطرح کردن، بی اعتبار کردن اراده و آزادی انسانه. اسلام میگه تو خودت میتونی سرنوشت خودت را رقم بزنی، ولی اون دیدگاه میگه تو غلط میکنی. ببینیم اون تو را در کدام لیست قرار داده. اگر لیست جهنمی هر کار بکنی بیه، این یعنی انسان هیچ کار است، یعنی تلاش و کوشش هیچ فایده ندارد. و این مسئله با تکلیف سازگار نیست. خب قربان از اول یه عده را برای جهنم آفریدی، دیگه تکلیف معنی ندارد. و اینا همشون ماهیت‌های ناشناخته‌ای هستند که با عقل و منطق واقعا قابل قبول نیستند و از نظر سیاسی هم خطرناکند. وقتی یه دیدگاه باشد که ایده بدبختن، یک قدرت سیاسی خیلی راحت میتونه در جامعه یکی را بی جهت عزیز بکنه و یکی را بی جهت ذلیل بکنه. بالاخره اینا هم جلوه های خدا هستن دیگه. کاری که خدا کرده چرا اینا نکنن؟ و در آخر یک فرض دیگری هم دارد، در 2 دقیقه توضیح میدهم، و اون این که اینا میگن یه چیزی هست به نام سر قدر. سر قدر یعنی در ازل همین مسئله است، با جاذبه زیاد فرق نداره. در ازل مردم به ذلیل و عزیز تقسیم شدند. یک عده آفریده شدند که محبوب حضرت حق باشند، یک عده مورد خشم حضرت حق باشند، یک عده اسیر قهرشند، یک عده هم در آغوش لطفشند و هیچ چاره‌ای هم نیست. این روزات میگه من هر وقت این مطلب یادم میفته یک پارچه درد میشود، اما چی میتوان کرد؟ قلم چی جور رفته معلوم نیست. حافظ جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. اون قسمت ازلی اینه، اهل عیش و نوش کرده و اون اهل بدبختی. در قیامت هم اینو میبره بهشت، اونو میبره به جهنم. در کار گلاب و گل باز مال حافظه.
حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پردنشین باشد. خودش تقسیم کرده. خب اینجور فرضیه ها هم مسئله ارج و اعتبار انسان و برابری انسان ها را زیر سوال میبرد. دیگه نمیشه گفت انسان ها همه انسانند. نه خیر، بعضی انسان ها هیزومند، از اول برای بدبختی آفریده شدند، و بعضی انسان ها عزیز و دردونند، از اول برای خوشبختی آفریده شدند. در عرفان نوعی رابطه بین حضرت حق و مردم هست که مردم از مجبورم اونورترن، اصلا دخالتی در سرنوشت خود ندارن، حتی صلاحیت مطرح نیست. صالح و طالح متاع خویش نمودند تا که قبول افتد و چه در نظر آید.